محله پریوت درایو. باید میدونستم تو هم میای پروفسور مکگوناگال. شب بخیر پروفسور دامبلدور. شایعات حقیقت دارن آلباس. متاسفانه بله پروفسور، هم خوبهاش هم بدهاش. و اون پسر؟ هاگرید داره میارش. به نظرتون سپردن چنین مسئله مهمی به هاگرید کار عاقلانه‌ایه؟ پروفسور، من کاملا به هاگرید اعتماد دارم. پروفسور دامبلدور قربان، پروفسور مکگوناگال. امیدوارم مشکلی پیش نیامده باشه. نه قربان، این کوچولو وقتی داشتیم از رو بریستول رد می شدیم خوابش برد. مواظب باشید بیدارش نکنید. بفرمایید. آلباس، جدا فکر میکنی اینجا گذاشتنش با این آدما کار درستیه؟ من تمام روز مراقبشون بودم. اونا از بدترین نوع ممکنه ماگل هستن. اونا تنها اقوابی هن که اون داره. این بچه خیلی مشهوره و قرار مشهورترم بشه. همین الان تو مدرسه همه در موردش صحبت میکنن. دقیقاً. پس بهتر اونو دور از این چیزا بزرگ کنیم تا به وقتش بیاریمش پیش خودمون. نه هاگرید، این یه خداحافظی برای همیشه نیست. نه، چند روز بعد بازم اونو میبینید. موفق باشی هری پاتر. هری پاتر و سنگ قدرت، ارائه شده توسط سایت اینترنتی ایران فیلم. پاشو، بلند شو. الان اومدی پسر خوبم. تولدت مبارک عزیزم. تولدت مبارک پسرم. قربونت برم. صبونه رو درست کن ولی مواظب باش نزنی چیزی رو بسوزونی. بله عمه پتونیا. میخوام همه چیز برای روز مخصوص دادلی عزیزم عالی پیش بره، چون امروز روز دادلی منه. زود باش، قهوه‌مو بیار پسر. بله عمو ورنون. عزیزم اونا عالی نیستن.
اینا چند تان؟ 36 تا خودم که مردم. 36 تا، همش 36 تا، ولی پارسال 37 تا بود. ولی عوضش اینا اندازه‌شون از پارسالیا بزرگتره. اندازه‌شون برام مهم نیست. باشه عزیزم، همین الان میریم بیرون و 2 تا دیگه برات میخرم. تازه باغ وحشم میبرمت. مطمئنم امروز توی باغ وحش کلی بهمون خوش میگذره. تازه الان دارم بهت میگم پسر، اگه بخوای ادا اصول در بیاری، هر ادایی قول میدم تا یه هفته خبری از خزان نباشه. سوار شو. چرا تکون نمیخوره؟ تکون بخور. بچم اون خوابه، کسل کننده است. بابت اون متاسفم. اون درک نمیکنه چه حسی داره اینکه هر روز اونجا بخوابی و مردمو در حالی که صورتهای زشتشون رو به شیشه میچسبونن نگاه کنی. تو میتونی صدامو بشنوی؟ خب من تا حالا با یه حیوان حرف نزده بودم. تو یعنی معمولا با مردم حرف میزنی؟ تو اهل برمه‌ای مگه نه؟ اونجا جای خوبیه؟ دلت برای خانوادت تنگ شده؟ که اینطور؟ منم مثل تو هم هیچ وقت پدر و مادرم رو ندیدم. بابا بیاین اینجا، باورتون نمیشه وارد این چی کار میکنه. نه متشکرم. خواهش میکنم. چیزی نیست عزیز دلم، همین الان لباساتو عوض میکنم. بیا. چه اتفاقی افتاد؟ باور کنی من نمیدونم. یه لحظه اون شیشه بود، بعد یهو غیبش زد، مثل رویا بود. چیزی به نام رویا و این مزخرفات وجود نداره. لبخند. ورنون نگاه کن، من که نمیتونم باور کنم. ببین چه بزرگ شده عزیز مامان. امروز روز بی‌نظیریه و این لحظه پر افتخار عمر منه. من باید اون لباسو بپوشم؟ تو اون لباسو بپوشی؟ انقدر نادون نباش پسر، تو به مدرسه اشراف نمیری. تو باید این لباسو بپوشی وقتی که رنگ کردنش تموم شد. اما این لباسا که خیلی داغونن، شبیه پوست فیل میمونن. همینم از سرت زیاده. برو ببین نامه اومده. برو. مال